بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. قسم سوم در توحید در عبادات قلبی، توحید در صدق است. صدق در لغت به معنای راستی و در اصطلاح استواء السر والعنانیت والظاهر والباطن. میگه در اصطلاح مساوی بودن چیزهایی که سری هست پیش انسان و چیزهایی را که انسان علنی میکنه. خود انسان باید بفهمه که آنچه که در خفا میکنم و آن چیزی که ما آشکار میکنم هر دوش مساوی هست، و یا ای که علنا خوب آدم هستم اما در سر کارهای زشت میکنم. پس در اینجا در صدق انسان با الله مشکل است. و الظاهر و الباطن، آیا ظاهر ما با باطن ما یک شده است؟ امی قسم که ما به الله در ظاهر سجده و رکوع و عبادت و اطاعت میکنم، در باطن هم امی قسم واقعا صادقانه به اطاعت الله هستم یا نیست؟ بأن لا تكذب احوال العبد اعماله، به ای که حالات بنده اعمالش تکذیب نکنه، ولا اعماله احواله، و اعمالش هم حالات زیر تکذیب نکنه. یعنی تو نشه که انسان یک عمل میکنه یکن در حالاتی که قرار میگیره این اعمال ازیره تکذیب بکنه. باطنش دیگه قسم باشه، کارهای مخفیش دیگه قسم باشه، و انسان باید کوشش بکنه که ظاهر و باطن خوده و اینا را کلش چی کنم؟ کلش مساوی بسازه. و اگر این کلش مساوی باشه، همین قسم که ما از الله در ظاهر میترسیم و خوف میکنیم، در باطن ما هم همین قسم از الله خوف و ترس داشته باشیم. به این شکل انسان صادق می باشه. در شروط کلمه لا اله الا الله هم گفته است که الصدق المنافی للکذب، یعنی انسان چه قسم این عبادت قلبی را انجام میده و تو صدق داشته باشه که او کذبه یا دروغ نفی میکنه. هیچ دروغی در اعمال ازی، در گفتار ازی نباشه. و در قسمت کلمه باز میگه که لا اله الا الله را بگوید صادقا من قلبه بمعناها و مقتضاها. اما قسم لا اله الا الله را صادقانه بگوید که معنای از را و آن چیزی که لا اله الا الله تقاضا میکنه از ارکان لا اله الا الله و شروط لا اله الا الله این کلش داشته باشه. پس انسان صادق از خود پرسان میکنه که اگر من با امرای الله صادق هستم، آیا ارکان لا اله الا الله در وجود من هست؟ آیا شروط لا اله الا الله در وجود من هست؟ اگر بود انسان صادق است. و آیا تعهداتی که در لا اله الا الله هست در وجود من هست؟ اگر این بود واقعا انسان صادق است که منافیاً للکذب، که این نفی میکنه تمام دروغ ها را. ما در لا اله مثلا ارکانش رکن لا اله الا الله است که معبودای باطل نفی بکنیم. آیا واقعا ما صادق هستم به معبودای باطلی که ادعای الوهیت میکنه اونا را کلش نفی کردیم؟ اگر کردیم صادق هستم. اما اگر پیش یک کلان یا پیش یک قبر یا پیش یک مجسمه یا پیش یک مخلوق خود در حالت بندگی قرار میدم، پیش یک مخلوق خود ذلیل میسازم، بر از خود خم میکنم، بر از رکوع میکنم، با صادق نشد. همین قسم رکن لا اله الا الله ای است که مثلا انسان مؤمن از تمام قانونگذارا تواقیتی که 3 قسم است که مطاع هست، مطبوع هست و معبود است، از تمام از این طاغوتا و تمام از این کافر شدیم. آیا تمام قانونگذارایی که ضد شریعت الله قانون میسازن کل از اونا را من غلط میپندارم؟ و یا ای که در زبان میگه لا اله الا الله
اما باز میره در یک حزب طاغوتی، پیش طاغوت یا تسلیم طاغوت یا در خدمت طاغوت یا دفاع از طاغوتی رو میکنن. پس اینجا صدق در اینجا معلوم میشه که آیا این رکن لا اله الا الله صادقانه راستی در وجود ما هست، یا ای که من در زبان لا اله الا الله میگم اما در عمل در خدمت طواغیت، در تأیید طواغیت، در دفاع از طواغیت قرار دارم. اینجا صدق و کسب انسان معلوم میشه. و همین قسم چه وقت ما خود امتحان بکنیم که آیا ما واقعا با الله صادق هستم؟ 7 شرط لا اله الا الله، آیا این شروط در وجود ما هست؟ هر 7 شرط انسان لیست جور میکنه، شرط اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، 7 شرط، و این سر خود تطبیق میکنه. در وجود ما هست؟ اگر بود واقعا صادق هستیم. اگر نه که کدام شرطش خلل داشت، بفهمیم که اینجا در گفتن لا اله الا الله ما صادق نبودیم. و همین قسم تعهدات است در لا اله الا الله. 3 تعهد است که یا الله بغیر از ذات تو من کسی دیگر عبادت نمیکنم. آیا در این تعهد خود من صادق هستم؟ همین قسم مثلا یا الله بغیر از شریعت تو حکم دیگی، قانون دیگی را نه اطاعت میکنم، نه قبول میکنم، نه بالای دیگرها تطبیق میکنم. است امی شرط، امی تعهد در وجود ما هست؟ اگر هست من صادق هستم، اگر نیست در کذب هستم. در محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که میگیم که یا الله رهبر ما و اسوه ما و رهبر طریقت ما رسول الله صلی الله علیه و سلم است، آیا من صادق هستم در کل اعمال زندگیم بر روش رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکنم؟ اگر بود من صادق هستم، اگر نبود اینجا باز صادق نیستم. دلیل از قرآن عظیم شان، الله متعال میگه که احسب الناس ان یترکوا، آیا گمان میکنن مردم که ترک کرده شوند ان یقولوا آمنا، ای که بگوین ایمان آوردیم، و هم لا یفتنون، و اونا امتحان نشه. یعنی این گمان غلط است. اگر یک کس فکر میکنه که من بگویم من مؤمن هستم و سر من هیچ امتحان نمیه، الله متعال میگه این گمان غلط نکنین. ولقد فتن الذین من قبلهم، یقینا ما بسیار امتحان کردیم کسانی را، یعنی مؤمنین که من قبلهم، قبل از اینا بود، یعنی پیش از شما مؤمنین که بودن، سر از اونا بسیار امتحانات زیاد آمده. شما قصه امتحانات ابراهیم علیه السلام از موسی علیه السلام و پیروایش، عیسی علیه السلام و اصحابش، یونس علیه السلام، هر امتحان شما ببینید چقدر امتحانات سخت سر از اینا آمده. شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر امتحانات سرش آمد. پس الله متعال میگه که ما قبلا سر امتهای دیگه هم امتحانات زیادی را آوردیم. فلیعلمن الله الذین صدقوا، در وقت امتحان باز معلوم میشه، الله معلوم میکنه که کی صادق است. ولیعلمن الکاذبین، و الله معلوم میکنه کسایی که دروغ میگن. پس الله متعال بعضی کسا میگه که ما هیچ امتحان نشدیم، هیچ سختی رو ندیدیم، هیچ مشکلات ندیدیم، با هیچ کسی هم گپی نگفتیم. خب شما کتی کمونیست هم جور آمدین، کتی سیکولر هم جور آمدین، کتی بیدین هم جور آمدین، کتی کسایی که در فحشا و منکرات هم مبتلا هستن، کتی از هم جور آمدین، کتی کلگی جور باش. مثل که یک مثل میسازن که با هر جماعت آشنا باش مگر با خدا باش. این غلط است. اینا رو وقتی که کتی کلگی جور آمدی، هیچ کس در چیز نمیگه. و این دلیل منافقت است، دلیل بی ایمانی هست. ابراهیم علیه السلام وقتی که الله میگه اسوه شما هست، ابراهیم علیه السلام چی میگه؟ که قوم خود لقد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهیم والذین آمنوا معه اذ قالوا لقومهم، اینا بر قوم خود چی گفتن؟ انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله، ما از شما بیزار هستیم و از آنچه که شما بغیر از الله عبادت میکنین. کفرنا بکم، ما بر شما کافر شدیم. و بدأ بیننا و بینکم العداوة والبغضاء، و در بین ما و شما عداوت و دشمنی و بدبینی پیدا هست.
حتی تؤمنوا بالله وحده، تا زمانی که شما الله را به وحدانیتش عبادت بکنین. خب اگر ابراهیم علیه السلام در مقابل بت پرستا قرار نمی گرفت، در مقابل طاغوت که در وقت ازی بود هامان و شداد اینا قرار نمی گرفت، پس ابراهیم علیه السلام اسوه بر تمام بشریت گفته می شد. این چی است؟ الله متعال در آیات میگه که حتی اگر پدر و برادرتان دشمن الله باشه و کفر ترجیح بتن، قل لو کان آباؤکم او ابناؤکم، یا چی باشن، یعنی و اخوانکم، اینا اگر اینا کفر ترجیح میتن، شما او را دوستتان نگیرین، دشمنتان بگیرین. پس اینجا هست که این امتحانات برای انسان مؤمن صادق میایه که راست باشه. خب دلیل صدق در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم است؟ امام نسائی رحمه الله میگه که عن شداد ابن حاد، میگه شداد ابن حاد میگه ان رجلا من الاعراب جاء الى النبی صلی الله علیه و سلم، یک اعرابی، یک بادیه‌نشین کوچی ما و شما میگیم، این پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد. فآمن به، به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آورد، و تبعوا، و از رسول الله صلی الله علیه و سلم متابعت کرد. ثم قال، میگه باز گفت که اهاجر معک، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، من میخوایم امرای تو هجرت بکنم. فاوصى به النبی صلی الله علیه و سلم بعد اصحابه، رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از صحابه را توصیه کرد که امرای شما همکاری بکنید. فلما كانت غزوه، میگه یک غزوه شد، جهاد شد. غنم النبی صلی الله علیه و سلم سبیا، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم یک تعداد چیزهای را، سبایای را غنیمت گرفت، انسان ها را، مالی گپارا. فقسم و قسم له، رسول الله صلی الله علیه و سلم اموال غنیمت تقسیم کرد، و قسم له، و به همین صحابی کوچی اعرابی که مسلمان شده بود برازی هم تقسیم کرد. فاعطى اصحابه ما قسم له، بر صحابه داد اما قسمت اجری که برین برش تسلیم بکنید. و کان یرعى ظهرهم، به این وقت امی اعرابی که امر رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت کردن، یرعى ظهرهم، در پیره هست، در پشت سر مسلمان ها، همون جایی که دشمن ها او طرف هستن، به خاطر از که حمله نکنن، این اونجا پیره داری میکنن، سالش پیشش هست و همونجا هست. فلما جاء، وقتی که آمد به منزل خود، دفعوه الیه، اموال را که در غنیمت گرفته بودن اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم برش دادن. فقال ما هذا، گفت این چی هست؟ قالوا قسم قسمه لك النبی صلی الله علیه و سلم، فی قسمتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای تو تقسیم کردن از مال. فاخذه، میگیره گرفت، و جاء به الى النبی صلی الله علیه و سلم، الى آورد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. فقال ما هذا، فی رسول الله صلی الله علیه و سلم این چیست؟ قال قسمته لك، فی تقسیم است که من به قسمت برات تقسیم کردم، برات دادم. قال ما على هذا اتبعتك، ما متابعت تو را سرازی نکرده بودم که من مال بگیرم، لكن ما اتبعتك على ان ارمى الى ها هنا، میگه ما متابعت تو را کردم که ما زده شوم الى ها هنا، و اشار الى حلقه بسهم، میگه با یک تیری که در دست خود داشت به حلق خود اشاره کرد که به اینیم امید تیر بخوره. یعنی ما آمدیم بیعت کردیم و توی اطاعت کردیم که الله مرا شهادت نصیب بکنه. فاموت، باز ما با اینمی سهم که در حلق من میخوره، با همین تیر ما فوت بکنم، فادخل الجنه، ما داخل جنت شم. فقال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت ان تصدق الله یصدق، اگر تو با الله راست باشی، الله تو را گپت راست میگردانه. فلبثوا قلیلا، چند مدتی گذشت.
ثم نهضوا الى في قتال العدو. باز اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه به جهاد دشمن رفتن. فأوتي به النبي صلی الله علیه و سلم يحمل. گفت امی شخصی که قصیش خواندیم گفت ایره آوردن حملش میکردن، دگرها ایره در آغوش خود گرفته بودن، پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم آوردن. قد اصابه سهم حیث اشاره، میگه برازی امو تیر دمو جایی که اشاره کرده بود دمی جهات تیر دمو قسمتش گلوش خورده بود. فقال النبی صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت هو ای امو صحابی هست، امو شخص است که امی که اپاره گفته بود. قالوا، میگه گفتن که نعم بله رسول الله صلی الله علیه و سلم ای همو شخص است. قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت صدق الله و صدقه، با الله راست گفت، صادق بود. و صدقه، الله تصدیق کرد و پذیره، راست ساخت. واقعا تیر دمو جایی که خواسته بود دمو جای خورد، همون شهادت را که خواسته بود الله ارشاد. ثم کفره النبی صلی الله علیه و سلم، باز نبی صلی الله علیه و سلم ایره تکفین کرد فی جبت النبی صلی الله علیه و سلم، در چپن رسول الله صلی الله علیه و سلم. اقدر رسول الله از این راضی هست که در چپن خود ایره کفن میکرد. ثم قدمه، باز ایره پیش کرد. فصل علیه، باز از نماز جنازه را خواند. فکان فیما ظهر من صلاته، میگه صحابه چی که از نماز در نماز جنازه برای همون کسی که جنازهش خوانده میشه دعا میشن. میگه صحابه گفتن آنچه که از صدای رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا دعاهایی که کرد این بود که اللهم هذا عبدک، یا الله ای بنده توست، خرج مهاجرا فی سبیلک، در راه تو هجرت کرد، فقتل شهید، پسی به شهادت رسید. انا اشهد علی ذلک، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من شهادت میتونم به این چیزی که ای کرده، یعنی صادق بود، راستگو بود و الله هم رایش مقسم معامله کرد. این دلیل صدق یک انسان است که کسی با الله صادق باشه. انسان صادق کی هست که در اقوال خود، در سخنهای خود صادق باشه، در اعمال خود صادق باشه و در حالات زندگی آشکار و مخفی، در هر حالات ظاهر و باطن کلش چی باشه؟ با الله صادق باشه. اتونه که مثلا ظاهر یک چیز باشه در باطن دیگر چیز باشه. دلیل از اقوال سلف و علمای اسلام، سلف صالح و علمای اسلام چی دلیل میگیرن؟ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگه اخبر فی کتابه ان الصدق فی الایمان لا یکون الا بالجهاد فی سبیله. میگه او مردم، الله متعال در کتاب خود در قرآن عظیمشان خبر داده است که صدق در ایمان نمیشه مگر به جهاد فی سبیله، مگر با جهاد کردن در راه الله. و دلیلش چی است؟ میگه شما ببینید آیت قرآن الله متعال میگه انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله، یقینا مؤمنایی که ایمان به الله و رسولش دارن، ثم لا یرتابوا، اول یقین دارن شک نکردن، و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، با مال خود و با نفس خود در راه الله جهاد کردن. الله متعال میگه اولئک هم الصادقون، اینا صادقا هستن، اینا راست میگن. علامه ابن قیم جوزی رحمه الله میگه که وقسم الله سبحانه و تعالی الناس الى صادق و منافق. میگه ببینین الله متعال در قرآن عظیمشان مردم تقسیم کرده، صادق، منافق، راستگو و منافق. منافق چی عادت داره؟ ظاهرا مسلمان است، باطنش کفر است. ظاهر و باطنش شکی نیست. چیزی که آشکار میکنه با چیزی که مخفی داره یک چیز نیست. پس الله متعال میگه الله مردم دو تقسیم کرده، یا صادق میباشه یا منافق میباشه، دیگه حالت سومی نیست. لیجزی الله الذین صدقوا بصدقهم. دلیلش چی است؟ دلیلش چی است که الله متعال در آیت 24 سوره احزاب میگه
لیجزی الله الصادقین بصدقهم، تا پاداش بده الله متعال صادقا را به صدق و راستیشان، و یعذب المنافقین و عذاب بکنه منافقان را انشاء اگر خواست، او یتوب علیهم یا توبهشان قبول بکنه. عالم دیگه میگه والایمان و اساسه الصدق، میگه اساس ایمان صدق و راستی است. و نفاق میگه اساس نفاق چیست؟ الکذب، دروغ است. ابراهیم خواص میگه صادق را در ادای فرض و عمل به فضیلت ها معلوم میکنید. ببینید که صادق در فرایض خود، در نوافل خود، در فضائل چقدر سر خود احکام الله را تطبیق میکنه. یوسف ابن اسباط رحمه الله میگه که لأن ابیت لیلتا، میگه اگر یک شب خواب بکنم و عامل الله بالصدق، که در او شب ما با الله صادق باشم، احب الی من ان اضرب بسیفی فی سبیل الله، از این کدام بر من محبوب تر است که من با شمشیرم در راه الله جهاد بکنم. جهاد بر محبوب سوره بسیار دوست دارم و یک مسلمان صادق باید مجاهد باشه، لکن میگه از این کدام هم بر من صداقت که به امراه الله صادق باشم. از این خاطر صحابه قبل از اعمال ظاهری و بدنی عبادت های بدنی را زیاد ترجیح میده. صحابه در عبادت های قلبی بسیار کار میکردن. صدق عبادت قلبی هست که وجه است. حارث محاسبی چی میگه؟ میگه الصادق هو الذی لا یوالی، میگه صادق عادتش چی است؟ هیچ پروا نمیکنه لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من اجل صلاح قلبه. میگه این صادق کسی است که هیچ پروا نمیکنه که کل قدر و منزلتی که مردم برش میکنن این از قلب مردم برای کلگی احترامش نکنه، کلگی بد بگویشه، کل امو قدری که پیش مردم داره این کلش از دستش بره. به خاطر چی؟ به خاطر که قلبش به الله صادق باشه. واقعا وقتی انسان با الله صادق باشه زیاد مردم آساش تبصره میکنه، بدگویی میکنه، میگه که مثلا سابق داره خوش داشتیم ولی که حال خوش ما نمی، حال دوستت نداریم. عالم دیگه میگه من طلب الله بالصدق اعطاه مرآتا، میگه ای کسی الله را صادقانه طلب بکنه و دعا بکنه، الله برش یک آینه یا چراغی برش میده که یبصر فیها الحق والباطل، که با سراست از حق و باطل میفهمه. حالا بعضی کساس میگه والا ما نمیفهمیم که مردمای حق دی. رسول الله خود گفته است که تا روز قیامت یک طایفی از کسایی می باشه که در راه حق روان هستند. یک کسی میگه والا ما امیر نمیشناسم که کی در راه حق است، اونا هست. مشکلش در چی است؟ به همراه الله صادق نیست. اگر تو همراه الله صادق می بودی، الله متعال بر تو چیزی را میداد که تو همراه راه بشناسی که راه حق، کسایی در راه حق هستن کدام مردم هستن. مثال از صادقات در قرآن عظیم شان، یک از صحابی را ما در حدیث گفتیم. در قرآن عظیم شان چی میگن؟ میگه مثلا صادقا را معرفی میکنن. ببینید این صفات اگر داشته باشی تو در جمله صادقا هستی. للفقراء المهاجرین، الله میگه فقیرای مهاجر. سوال پیدا میشه مهاجرین خو عثمان غنی بود، بسیار میلیونر مالدار بود، ابوبکر صدیق بزنسمن میلیاردر، امی قسم عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه کروڑپتی. شما چه قسم میگن که اینا للفقراء؟ به خاطر از که اینا با صدق و راستی که با الله داشتن تمام چیزای خود در مکه ترک کردن و مشرکین کفار تمام مال از اینا را، خانه از اینا را، تجارت از اینا را کلش چور کردن. پس اینا وقتی در مدینه منوره آمدن کلشان فقیرا بودن. للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم. اینا کی بودن؟ او کسایی بودن که اینا را مردم از خانه هایشان کشیدن، خانه های خوبی داشتن، از او به خاطر دین و ایمان و توحیدشان اینا را کشیدن، راندن. و اموالهم، مالایشان هم چور شد، مالایشان مردم از پیششان گرفتن. الله میگه هدفشان چی بود؟ یبتغون فضلا من الله و رضوانا. دو هدف داشتن، فضیلت از الله باشه، الله از ما راضی باشه. فضیلت از کی میخواستن؟ از مردم نمیخواستن، از الله میخواستن. وقتی که صادق باشی فضیلت از مردم نخواه. شاید مردم در خانه تام نمانه، شاید مردم باید خانه کرایی هم نده، شاید مردم دروازه خودم خوش نباشه در خانهش بدی. فضیلت از کی میخوایی؟ از الله میخوایی. رضایت از کی را؟
کل مردم از پیشت خفه باشن، رضایت از الله را میخواهی. اینا بودن، این عادت صحابه بود، این هدف صحابه بود. و ینصرون، عملشان چی بود؟ چی صفات داشتن؟ هدفشان چی بود؟ الله میگه و چی کار میکنن؟ و ینصرون الله و رسوله، همیشه زندگیشان در نصرت دین الله و رسولش بود که چه قسم ما برای این دین خدمت بکنیم، چه قسم مال خدا، وقت خدا، انرژی خدا برای این دین مصرف بکنیم. الله متعال میگه اولئک هم الصادقون، واقعا اینی مردم صادقا بودن. الله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنه که واقعا از جمله صادقان باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.